هیچ کس نمیتونه بفهمه دقیقاً چی گذشت. نه رسانه ها، نه مربی‌ها، نه حتی خودش. ریکلمه تازه از بوکا جونیورز جدا شده بود. یه نابغه واقعی، مغز متفکر زمین. و حالا رسیده بود اروپا، بارسلونا. رویایی که برای هر پسر بچه آرژانتینی مثل فتح آسمونه. ولی یه شب همه چی عوض شد. برادرش کریستیان گروگان گرفته شد. تو بوینس آیرس، تو همون خیابونایی که ریکلمه توشون بزرگ شده بود. پول، شهرت، قرارداد با بارسلونا، هیچ کدوم دیگه مهم نبود. اگه از این جور روایت‌ها خوشت میاد، روایتایی که فوتبالو نه فقط با توپ بلکه با قلبش تعریف میکنن، ما تو چمن‌نامه هر هفته از این قصه ها داریم. قصه‌هایی که قراره یادت بندازن چرا عاشق فوتبال شدی. اون روزا هیچ دوربینی اشکاشو ثبت نکرد. هیچ خبرنگاری نفهمید پشت اون سکوت لعنتی چه دردیه. اون فقط رفت تا کنار خانوادش باشه، تا برادرشو پس بگیره، تا دوباره بتونه با دلش بازی کنه. اروپا براش یه کابوس بود. تاکتیکای خشک، بیرو، مربیایی که عدد و آمار رو بیشتر از انسانیت دوست داشتن. ولی ریکلمه اون یه شاعر بود. با هر پاسش یه جمله میساخت، با هر مکس یه قصه. وقتی برگشت به بوکا، مردم دیوونه شدن. همونجا تو بومبونرا، جایی که صدا مثل طوفان میپیچه تو دل زمین، اون دوباره شاعر شد و شاید جام‌های اروپایی رو از دست داد. شاید یه قهرمان جهانی نشد، ولی یه چیزو تا آخر حفظ کرد. شرف. اون ستاره نشد، اون افسانه شد.